قوچان نژاد خودش استارت میزنه با حرکت میکنه. قوچان نژاد ضربه محکمش رو دروازه‌بان سونگ ریونگ نتونست مهار کنه و کرنر برای ایران. بوم سئوک پاس بلند روی دروازه تیم ملی ما، ضربه کره ها داخل 6 قدم، ضربه خطرناک تو به تیر دروازه هم برخورد کرده با گل نشده. هنوزم اونجا به دنبال توپ بودن کره ها و توپ بیرون میاد. صحنه رو با هم میبینیم. ضربه سر خطرناک توپ زیر تاقی رفته بود، کار تمام بود. بالاخره ضربه رو خواهد زد کیسونگی اون با پای راست بلند کاددار داخل 6 قدم، ضربه سر خطرناک کره ها. باز هم رحمتی هنوزم موقعیت دارن کره ها و توپی که اونجا دور میشه. حیدری حرکت کرده، قوچان نژاد اونجا هست، پاس کوتاه دژاگه آفساید نیست، پاس کوتاه داخل 6 قدم و توپی که باز هم کره ها بیرون میفرستن. خود اون سانچز کاددار روی دروازه، ضربه سر خطرناک تو دروازه خورد. حالا لی داخل محوطه و تمام. موقعیت آخری که کره ها داشتند و باز هم تو به تیر دروازه ما برخورد کرد. یه تکل خشن از شجاعی کارت بگیره، اخراج مسعود شجاعی. ببینیم داور کارت خواهد داد به مسعود یا نه. همه اونجا صحبت میکنن، نکونام اونجا هست. مسعود که کارتاش نباید تکل خشن میزد، کارت زرد دوم و اخراج میشه. متاسفانه مسعود شجاعی ما 10 نفره میشیم. با پای راست پاس بلند برای دژاگه داخل محوطه جریمه نوری، اونجا باید درگیر بشه. پاس قوچان نژاد، زیبای قوچان نژاد. وای که این توپ توی چارچوب نبود. آندو پای راست بلند روی دروازه نکونام، ضربه سر جواد نکونام و توپی که از زیر تاق بیرون میکشه سونگ ریونگ. یه سانتر بلند روی دروازه، ضربه سر کره ها. لی نباید بذاریم کار رو تموم بکنه. واکنش عالی رحمتی. دژاگه با پای راست خوب روی دروازه، موقعیت عالی برای تیم ما. نکونام و توی دروازه گل برای ایران. جواد نکونام دروازه کره جنوبی رو باز میکنه. ایران 1 کره جنوبی 0. 75 دقیقه 15 دقیقه تا یک پیروزی شیرین و ارزشمند. یه سانتر روی دروازه، بچه‌ها در دفاع هوشیار باشن. ضربه کره ها و توپی که به بیرون رفت. با پای چپ سانتر بلند و خطرناک روی دروازه تیم ملی ما، ضربه سر رو به بیرون. باید بازیکنان ما هوشیار باشن، واسه توپو دور میکنیم. پشت محوطه ضربه کاددار خطرناک و توپی که به بیرون میره.